وقت سفره، بزن بریم. حالا حدس بزن کجا؟ من زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریا، شبیه که تو بخندی شب عشقه. بله این بار جنوب و دریای بوشهر رسیدیم به بوشهر، رفتیم به نمایشگاه بین‌المللی. شاید فکر کنی بوشهر فقط دریا داره، با من همراه شو ببین ماشین عروس داره، دریا و ساحل داره که میتونی الان ببینی تو شب. بافت تاریخی خیلی جذابی داره که اینجا بافت تاریخیشه. تو رفتی ولی فکر تو سر. دستگیره ها دو مدلن، یکیش صدای تیزتر داره که خانوما میزدن، یکیش صدای بمتر داره که آقایون میزدن. اینم پریشون شده بودم تو وقتی تو رو دیدم. ریونه یعنی به سمت جنوب. بافت تاریخی رو رفتیم دیدیم، موزه تجارت دریایی رو دیدیم و وقت تولد بازی بود. تولد خاطر انگیز برای آیناز که 9 سالش شده بود و رقم زدیم. وای وای نگم از این چرخ و فلک قولپی کرد. فقط همین آهنگ میتونست منو اون بالا آروم کنه و البته از سکته کردن جلوگیری کنه. اینم چهره رنگ پریده من وقتی از چرخ و فلک اومدم پایین. بعد در حالت عادی اینجوری شاد و شنگولم. مگه میشه بوشهر بری و بازار ماهی فروشا نری؟ رفتیم به بازار ماهی و کلی خرید کردیم. لحظه خیام خانی ما رسید، رفتیم این مکان جذاب و خیام خانی رو مناظره کردیم. اینجام ساحل ریشهره که سر کوچمون بود. وسط راه همسرم دلش تنگ شد بود اومد منو دید. اینجا مسیر برگشتمونه. خدافظ. یادت نره دوست دارم. آها وایسا یه ذره صدای دریا رو بشناس. سکوت.